سلام دوستان، خسته نباشید. امیرحسین جعفری هستم و امروز اومدیم با استفاده کردن از تابع دسیمال و اسم گذاری و مشخص کردن محدوده از سلولا توی اکسل و اسم دادن بهشون چجوری حالا بهتون میام یاد میدم. خب ببینید، اول از همه مثلا نگاه کنید توی این نمره ها، ما نمره همیشه خودتون میدونید از 0 تا 20 داریم، ولی میخوام یه کاری بکنیم که اگه یه موقع کسی اومد اشتباهی مثلا نمره ای از 20 بالاتر رو وارد بکنه، مثلا ارور بده و خب خطا بشه اون نمره 20 رو دریافت نکنه. خب ببینید، اول از همه سلولایی که میخوایم این اتفاق روشون بیفته و پسشون شرط بزنیم که مثلا نمرهشون از 0 تا 20 باشه رو انتخاب میکنیم، میریم توی زبانه دیتا مدیشن. خب ببینید اینجا ما دسیمال رو انتخاب کنیم. دسیمال واسه همین اعداد بود. اگه یادتون باشه توی ویدیوهای قبلی هم گفتم دسیمال مال اعداد. خب ببینید این گزینه اول، خب برای کمشه، مثلا اینجا باید بنویسی که کمش چه عددی باشه و پایینی مکس برای بالاتر نشه که مثلا تهش چقدر باشه. خب ما میخوایم که مثلا کمش مثلا 0 باشه تا 20 آخرش. خب بعد اینجا ما باید ارورمون هم مثلا از خودمون درست کنیم. خب مثلا این دفعه من از این گزینه استفاده میکنم. اینجا هم می نویسیم مثلا خطا. اینجا هم می نویسیم نمره باید بین اعداد 0 تا 20 باشد. خب حالا فهمیدین این از تنظیم کردن ارورمون که اینجا مثلا استایل ها رو چیز میکردیم. این پیام اروره، اینم خود اروره. دسیمال هم که واسه محدوده بندی اعداده. این گزینه اول یعنی مینیموم برای کمترین عدده، یعنی این که مثلا ابتداش چقدر باشه، مکس هم واسه تهش مثلا تهش چقدر باشه. خب ببینید از 0 تا 20 ارورمون هم که تنظیم کردیم، حالا اوکی میزنیم. خب حالا ببینید اینجا مشکل نداره، ولی مثلا ما میخوایم عددی بالاتر از 20 وارد کنیم، مثلا می‌نویسیم 40، اینتر رو میزنیم. ببینید اینجا خطا میده. خب و حالا میخوام یه چیز دیگه هم بهتون یاد بدم، این که مثلا شما میخواین مثلا توی اکسل مثلا نگاه کنید این محدوده رو مثلا تنظیم کردین، زحمت کشیدین و اینو مثلا میخواین مشخص بکنید که مثلا که بعداً دوباره گمش نکنید و اشتباه نشه. خب مثلا ما این جدول رو مثلا تنظیمات رو انجام دادیم، مثلا کلی زحمت کشیدیم و خب این محدوده رو میخوایم مثلا واسش مشخص کنیم که مثلا بعداً گم نشه. هیچ کاری هم روش انجام ندادیم، هیچ داده‌ای بهش ندادیم، ولی مثلا جدول رو تنظیم کردیم و یا مثلا این محدوده رو میخوایم واسه یه کاری مشخصی انجام بدیم و میخوایم گم نشه. اینجا مثلا باید واسش اسم بذارید. وقتی اسم بذارید این محدوده رو دیگه خود اکسل تنظیم میکنه. این محدوده به این مثلا به این عنوان یا اسم اختصاص داده میشه. چجوری؟ مثلا دو راه داره. یکی این که مثلا وقتی اینجا رو مثلا این محدوده رو انتخاب میکنید، روی این قسمت میتونید اسم واسش بذارید و این شکلی این محدوده مشخص میشه. مثلا محدوده مثلا یا جدول A اینتر. خب ببینید، خب حالا ما A رو میزنیم، میبینیم این خود به خود میاره روی جدول. خب یا مثلا همین کارنامه، مثلا این کارنامه مثلا میخوایم اسم بزنیم. یه راه دیگه هم که این بود، یکی دیگه هم دیفاین نیمه. دیفاین نیم کدومه؟ خب میریم توی این زبانه و این گزینه یعنی دیفاین نیم، این رو که میزنید اینجا نیم، مثلا نیم کارنامه. خب اوکی رو که زدین، انگلیسی شد. خب
حالا اوکی رو که زدین میبینید اینجا این محدوده مشخص شد، هم اسمش هم محدودش. خب مثلا نگاه کنید محدوده یا همون جدول A کارنامه. امیدوارم از دیدن فیلم لذت برده باشین و یاد گرفتین.